ناحیه بلندکوه مومین‌آباد چون دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان رشد یافت و در این ناحیه نیز صدها انشاءات تعینات گوناگون ساخته به استفاده سپرده شدند. نتیجه این بود که در یک مدت کوتاه مرکز ناحیه به یک شهرک زمانوی تبدیل یافته. در مرکزهای جماعت‌های دهات و دهه‌های دوردست نیز بناهای مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، فرهنگ و مأموری و خدمت‌رسانی بنیاد کرده شدند. در همین زمینه یک از کلانترین مؤسسه‌های ناحیه خواجگی دولتی جنگل صاحب بینای زمانوی و طلبات امروزه جوابگو گردید. اکنون کارمندان این مؤسسه می‌توانند فعالیت کاری خود را خوبتر و بهتر به راه مانند. خواجگی جنگل نوعی امروز زیاده 17143 گکتار زمین عبارت میباشد که ما در دوام سالی کاری که در همه قدر زمین اوی که جنگل پرورش نگاه و بین میکردیم ما مشکلمون حسابی نداشتن اداره خوب بود. ما شکرانه استقلالیت میکنیم و رهبریت دولت میکنیم که با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت و اگنتی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری اونو ما صاحب امروز امارتی نوشیم. بخشیده به استقبال از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد تعمیر و از نوسازی و بنیاد بیش از 200 انشاءات تعینات گوناگون به نقشه گرفته شده است که حدود 50% آنها مورد استفاده قرار گرفتند. با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مومین‌آباد نقشه چهاربینی تهیه گردید. 241 بنا و انشاءات با نقشه گرفته شده است. در عرفه عید جشن‌های دولتی مرحله با مرحله تا امروز بیش از 125 بنا و انشاءات مورد استفاده قرار گرفته است. در باقی مانده انشاءات‌ها کارهای ساختمانی با مرام ادامه یافته. با باور کامل گفتن میتوانم که تا برگزاری جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان همه بنا و انشاءات‌ها مورد استفاده قرار میگیرند. عین زمان ساختمان بنای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه خواجه نور جماعت دهاتی باغگئی با فرمایش مرکز هماهنگسازی لایحه‌ها عاید به تجدید و رشد انشاءات اینفراستراکتور اجتماعی از جانب پودرچی جمعیت دارای مسئولیت محدود خواجه نور جریان دارد. کارهای آهن و بتانی در زیربنا به انجام رسیده روزهای نزدیک بنیاد آشیانه یکم را آغاز می‌نمایند. در بیمارخانه مرکزی ناحیه باشد با جلب صاحبکاری وطنی تعمیر و از نوسازی بنای بیمارخانه جریان داشته ساختمانچیان کارهای رنگ و بارکنی را در قسمت بیرونی بنا ادامه داده ایستادند. تا امروز 60% کارهای ساختمانی به انجام رسیده است و صاحبکار وطنی نیت دارد تا جشن 35 سالگی استقلالیت بیمارخانه را پوره تعمیر و از نوسازی نماید. زیر نظارت دائمی مقامات اجرایی حکومت دولتی و شعبه ساختمان اساسی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات جشنی از جمله ساختمان بنای مؤسسه تا مکتبی برای 200 نفر کودکان از جانب صاحبکار وطنی بنیاد چاه عمودی برای تامین بیش از 250 عائله با آب آشامیدنی در مرکز ناحیه بنیاد مؤسسه تعلیمی در جماعت دهات شهرک مومین‌آباد و دیگر انشاءات با مرام ادامه دارند. خیرین سامرودزاده محمدی میرزا ناحیه مومین‌آباد اخبار.